بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، بسیاری از آدمان درباره مرگ حرف زدن نمیخواهند، حتی شنیدن نمیخواهند و این نشانه خیلی خطرناک است. نشانه غفلت از آخرت، نشانه بیماری قلب است که حتما باید معالجه شود. در حدیثی که اون را امام ترمذی روایت کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: اذکروا حازم اللذات الموت. شما از بین برنده همه لذت ها را که مرگ است به یاد بیارید. یاد آوردن مرگ انسان را برای آمادگی گرفتن برای این روز مساعدت میکند. کسانی که نمیخواهند مرگ را به یاد آورند شاید گمان میکنند که اگر از مرگ حرف نزنند دیرتر میمیرند. هرگاه که درباره این چیز بسیار حرف زنند اجل آنها نزدیک میشود. این محض خیال است. چرا من و شما درباره مرگ نباید فکر کنیم، حرف زنیم، در حالی که مرگ آخرین ایستگاه حیات من و شماست؟ آخرین ایستگاهی که حتما به آن رفته میرسیم، ایستگاهی که به آن پدران ما، مادران ما، دوستان ما، حتی بعضا فرزندان ما، اطرافیان ما که از ما حتی جوانتر بودند، از ما صحتمندتر بودند، از ما احتیاطشان بیشتر بود، به این ایستگاه رفته رسیدند. ما نیز روزی به این ایستگاه رفته میرسیم. پس چرا درباره این ایستگاه حتمی حیات خود ناندیشیم؟ دوستان عزیز، اگر مرگ هم تو آخران ایستگاه حیات ما می بود کار آسان بود، اما مرگ و قبر آخرین ایستگاه حیات دنیا و اولین ایستگاه حیات آخرت است. یعنی ما به واسطه مرگ، به رخ دادن مرگ از این دنیا به دنیای دیگر قدم می نهیم. دنیای وسیع تری، دنیای طولانی تری، دنیای پیچیده تری. حساب دنیا آسان است، به یک عذرخواهی است، به یک بخشش است، جانت را رها میکن. اما حساب آخرت قانونش دیگر است. قانون حساب آخرت را خداوند بیان کرده فرموده: و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. هر کی به اندازه یک ذره اگر کاری نیک کرده باشد پاداش آن را میبیند و هر کی به اندازه یک ذره اگر کاری زشت کرده باشد مجازات و کیفر آن را نیز میبیند. پس انسان در پیش خود سفری طولانی دارد، سفری دشواری دارد که نامش مرگ است. باید بیندیشد که به نزد خالقش چگونه میرسد. هر قدر از یاد مرگ انسان خودش را غافل سازد، هر قدر از موضوع مرگ فرار هم کند، روزی میمیرد. ای دل، صدای مرگ تو را هم رسیده نیست، صبح اجل ز مطلع عمرت دمیده نیست. خداوند عزوجل در قرآن عظیم شان فرموده: قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. ای پیامبر ما، به مردم بگو آن مرگی که از آن فرار میکنید فانه ملاقیکم، به شما ملاقات میکند، سراغ شما می آید. فرشته مرگ روز مهمان شما می شود. در جای دیگری قرآن خداوند فرموده: اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. در هر کجا که باشید یدرککم الموت، مرگ شما را می یابد. در هر کجا که باشید، در مستحکم ترین قصرها، در زیر آب، در آسمان، در قیمت ترین بیمارخانه های دنیا هم معالجه گیرید، مرگ شما را پیدا می کند. ولو کنتم فی بروج مشیده، حتی اگر در قصرهای خیلی مستحکم، درهای خیلی بسته هم باشد، فرشته مرگ آنجا می درآید. دوستی عزیز، گاه به قبرستان گذر کن، به حال کسانی که آنجا خوابیده اند بیندیش. آنها نیز مثل من و شما روزی در قید حیات بودند، زیبا می پوشیدند، لذیذ می خوردند، راحت خواب می کردند. شاید وقت نداشتند درباره این جایی که حالا خوابند بیندیشند، چون که کار داشتند، تجارت ها داشتند، دکان داشتند، کارخانه داشتند، کارگرها داشتند. وقت نمی افتند درباره قبر اندیشه کنند، یعنی اقترش درباره این خانه ای که امروز ساکن آن هستند. فالعاقل من اتعظ بغیره. پس شخص عاقل و خردمند کسی است که از دیگران عبرت گیرد، از کسانی که آنجا خوابیدند و در آرزوی یک لحظه نفس کشیدند که یک بار سبحان الله گفته توانند، اما نمی توانند، چون که کتاب حساب
محکم شده دیگر. در آرزوی حالتی کسی هستند که در قید حیات است و فرصتی عمل صالح کردن دارد. دوستی عزیز، آیا دنیا این همه زحمت و تلاش و اندیشه و این همه جان کندن را دارد و قبر این خانه دائمی انسان آیا سزاوار این همه فراموشی است؟ شخص عاقل آینده بین می شود، دوراندیش می شود. چون این زندگی نمی کند که خانه سازد و قصرها بنیاد کند و آنها را خیلی زیبا و روشن کند، سپس از اینجا یک و یک باره به جای منتقل شود، به جای گذرد که تنگ و تاریک است. آنجا را به سجده روشن نکرده، به طاعت وسیع نکرده. این گونه زندگی ساختن از خرد و از دوراندیشی نیست. انسان میباید آن گونه که به خانه و به ایوان و به کارخانهش دقت دارد، شب و روز میاندیشد، برای خانه قبرش نیز باید بیاندیشد. آنجا را نیز باید تعمیر کند. نفس هر دم ز قصر عمر خشت میکند بیدل. هر نفسی که انسان نفس میکشد یک خشت قصر عمرش کم شده ایستاده است. پی تعمیر این ویرانه معمار دیگر باید. گاه گاه درباره خانه قبر نیز، درباره قصر جنت نیز انسان میباید فکر کند. نشود که زن و فرزند و مال و تجارت و دکان انسان کس را از آخرت و از اندیشه کردن درباره مرگ و قبر غافل سازد. چون که آخرت جایی است که خداوند در باره آن در وصف آن گفته یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. آخرت چنان صحنه مدهش است، چنان روز حساب، چنان روزی سخت است که انسان از برادرش، حتی از مادرش، از پدرش، حتی از همسر و فرزندش فرار میکند. میترسد که حقی طلب نکنند، میترسد که حسنات از او نخواهند، در فکر جان خودش است. بنابراین انسان میباید توازن را رعایت کند. حق زن و فرزند و والدین و کارخانه و کارگرها را البته باید فکر کند، ادا کند، اما باید در اندیشه خودش، در اندیشه مسیرش، در اندیشه حساب آخرتش نیز باشد. خداوند عزوجل در جای دیگر در وصف روز آخرت در سوره لقمان فرموده یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. ای مردم اتقوا ربکم، از خدا بترسید، تقوای خدا را پیشه کنید. همچنین از روز بترسید که در آن روز پدر از فرزندش جواب گفته نمیتواند و فرزند از جای پدرش. پدر به فرزندش کاری کرده نمیتواند، نه فرزند به پدرش. هر کس حساب خودش را جواب میگوید. ولا تزر وازرة وزر اخرى. حضرت عمر بن عبدالعزیز این خلیفه بزرگوار کلمه جالبی در باره مرگ دارند. میگوید ما رأيت یقینا اشبه بالشک من یقین الناس بالموت. من هیچ یقینی را که به شک مانند باشد ندیدم مثل یقین داشتن مردم نسبت مرگ. یعنی یقین است که میمیرد، هر کس میداند که میمیرد، اما چنان مناسبت میکند که گویا نمیمیرد، گویا شک داشته باشد. چنان خانه میسازد، چنان کارخانه میسازد، چنان زندگی میکند که گویا نسبت مرگ چنین نگاه دارد که شاید میرد و شاید نمیرد. گفتن من یقینی را ندیدم که در نظر مردم به شک مانند باشد از یقین مردم به مرگ. یقین دارند ولی آمادگی نمیبینند. ز 50 درم پنج اگر کم شود، دلت ریش سرپنجه غم شود. چو 50 سالت برون شد ز دست، غنیمت شمار 5 روزه که هست. اگر مرده مسکین زبان داشتی، به فریاد و زاری فغان داشتی. که ای زنده چون هست امکانی گفت، لب از ذکر چون مرده بر هم مخفت. چون ما را به غفلت بشد روزگار، تو بار دمی چند فرصت شمار. در حفظ و امان خداوند باشید.